چرا ما عبادت رو داریم اما لذت از عبادتمون نمیبریم؟ چرا نماز رو میخونیم اما خشوعی در نماز نمیبینیم؟ چرا قرآن رو تلاوت میکنیم اما تأثیر قرآن بر دلها مشاهده نمی کنیم؟ مگر الله عز وجل نمیفرمایند انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا و على ربهم يتوکلون؟ چرا این حالت به ما دست نمیده؟ اینکه الله عز وجل داره میگه مؤمنان حقیقی و راستین کسانی هستند که وقتی یاد الله بشه، از عظمت او، از بزرگی او، از اون نامهای زیبای خدا سخن به میان بیاد، دلشون به ترس و هراس میفته. وقتی آیات قرآنی بشنون بر ایمان اونها افزوده میشود. و وقتی که نماز میخونن اهل ایمان با خشوع و خضوع، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. چرا ما محرومیم؟ جواب این سوال یه سوال دیگه هست، از خودمون بپرسیم ما برای رسیدن به خدا تا به حال چه کرده ایم؟ چه داده ایم؟ چقدر مجاهدت کرده ایم؟ چقدر بذل و بخشش؟ چقدر همت؟ چقدر تلاش؟ چقدر با خودمون جنگیدیم تا از هواهای نفسانی بگذریم و به خدامون برسیم؟ ما که اسیر و برده هوای نفسیم. آیا مثل سلمان؟ درست سلمان از این شهر و از این دیار به اون دیار هجرت می کرد، نیازی نیست به این گونه هجرت ها امروز. نیاز به هجرت دیگه هست، هجرت از خود کردن، از هوای نفس، از معاصی، از نافرمانی خدا، از گناهان هجرت کردن و رها کردن و به سوی خدا رفتن. ما چقدر برای خدامون همت کرده ایم تا حالا؟ بعضی وقتا بلخص گهگاهی جوانها بیشتر این قضیه رو مطرح میکنن، چه خواهران و چه برادران، که ما اصلا اگر بحث زور و فشار نباشه گهگاهی برخی عزیزان مطرح میکنن نمازم نمیتونیم بخونیم، هیچ عشق و علاقه‌ای به نماز خوندن نداریم. نه اینکه لذت نمیبریم، علاقمندی هم نماز خوندن، به عبادت، به طاعت و بندگی. ممکنه فقط رو در بایستی است، ممکنه پدر و مادر اجبار میکنن که ما نماز بخونیم چون حالا دیگه جوونیم. این خیلی خطرناکه. چقدر داستانهای قرآنی رو خوندیم که به من عشق و علاقه بده، عشق و علاقه به عبادت. داستانهای انبیا وقتی الله عز وجل مطرح میکنه حتی به پیغمبر علیه السلام میفرمایند و کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک. الله عز وجل میگه اگر ما این همه داستانهای انبیا رو برای توی پیغمبر علیه السلام تعریف میکنیم، بازگو میکنیم، برای اینه که قلب توی محمد علیه السلام رو استوار رو بکنیم. وقتی یک مؤمن و مسلمان شب و روز آنچه میبیند، آنچه میشنود و آنچه حرف میزند پیرامون اون، دغدغه او، شادی او، نشست و برخاست او، تمام حالاتش اگه بررسی بکنیم، خودمون هر کی حال و وضع خودش بررسی بکنه، ما چقدر در 24 ساعت گفت و شنود هامون، نگاه کردن هامون، بررسی هامون، حتی مطالعه کردن هامون اگر باشه، گفتگوها، نشست و برخاست، جلساتمون چقدر برای خداست، چقدر یادی از خدا می شود. ما چقدر وقتمون رو به خدا دادیم که الله عز وجل محبت خودش و لذت و حلاوت عبادت و بندگی خودش به من بده؟ ما دادیم چیزی برای خدا که همیشه طلبکاریم از خدامون؟